که میبایست تاجیکان در چنین جایگاهی باشن و تشکیل دولت بدن و اکثریت قومی افغانستان را تشکیل میدن، اکثریت زبانی افغانستان را تشکیل میدن. 80% مردم افغانستان با زبان تاجیکی گپ میزنن، در بازار، در دانشگاه. وقتی دو تا مردم، دو تا قوم با هم در بازارهای کابل با هم روبرو میشوند، با زبان تاجیکی با هم گپ میزنن، با زبان پشتو که گپ نمیزنن، با زبان افغانی گپ نمیزنن، با زبان ترکمنی و ازبکی هم گپ نمیزنن. این زبانی بین اقوام است. ما تاجیک‌ها در افغانستان میخوایم این اقتدار احیا بشه، یا حداقل حق ما تلف نشه، هویت ما تلف نشه. نام سرزمینی که بومی ما، سرزمین ماست، ما او را ساختیم و ما دفاعش کردیم در تهاجم‌های مختلف استعمارگرها. ما را از این سرزمین، از این هویت بیرون نکنن، هویت افغانی بر ما تحمیل نکنن. در یک سرزمینی که ده ها قوم زندگی میکنند، چگونه میشود نام یک واحد قومی را بر 40 تا قوم دیگه میگذارن؟ 35 میلیون جمعیت داره افغانستان. یک اقلیت محدودی که چند درصد از 20 است، چند درصد معلوم نیست، آمار هم که نیست، احصایه هم نیست، حاضر هم نیستن احصایه بگیرن. اینا آمدن میگن همه شما ما هستین، ما افغان هستیم، شما افغان باید باشید. افغانی گپ بزنید، سرود به پشتو باشه، زبان به پشتو باشه، مکتب به پشتو باشه، بیرق به پشتو باشه، نام اماکن به پشتو باشه و شما هم پشتون افغان است. میخوایم باشین، نمیخوایم باز برید به سمرقند بخورید. اما وقتی در کشور خودت، در سرزمین خودت میخواد بگه که تو از این جانسی باید بیرون بری، تو دیگه قابل تحمل نیست. بنابراین ما خواهان این تشکیل هستیم در دولت. در این دولت باید ما بسازیم در افغانستان و عادلانه باید این دولت ساخته شود و نام یک قوم بر بقیه اقوام تسری پیدا نکنه. ما نمیگیم در افغانستان که چون ما تاجیک هستیم و اکثریت قومی هستیم و اکثریت زبانی هستیم، بقیه اقوام همشه میگه خب نامتون تاجیک باشه، پشتونا رو میگیم شما در تذکرات بنویسین تاجیک. نه، افغانستان کشور دیگر اسمش جای دیگر. برای همین ما پیشنهاد کردیم حداقل این کشور دو نامه شود، این نام خراسان بهش بگذارد. حالا شاید بعضی برادران ما در منطقه با این نام مخالفت کنن، انجالش مشکل باشه، ولی داریم در واقع برای این نامگذاری جدید فکر میکنیم که هویت همه اقوام شامل این نام باشه. چرا در تمام مدت که ما اقتدار داشتن ما تاجیکان نمیتونستیم به تاجیکستان بشیم؟ در زمان اتحاد شوروی همه هیئت‌هایی که از افغانستان میآمد پشتون‌ها، همه هیئت‌هایی که برای گفتگو میآمدن افغان‌ها. برای اینکه اگر ما آمدیم اومدن در زمانی که شوروی بود، من نتوانستم به تاجیکستان سفر کنم چون یک تاجیک بودم و نه باید میام. بعد حتما افغان‌ها اینجا سفر. نتیجه این هویت زدایی که به لحاظ قوانین بشری، به لحاظ حقوق بشری جرم است. پاکسازی قومی، پاکسازی نام‌ها، پاکسازی اماکنی که متعلق به اقوام دیگر است و واسه هر قوم دیگر اگر صورت بگیرد، این در واقع پاکسازی فرهنگی است و جنایت ضد بشری تلقی میشه از نظر قوانین بیان. اینها این کارا رو انجام دادن در قرن 19 و قرن. در همین یک سال پسین، همین حالا که من در خدمت شما هستم، فرمان صادر کرده است آقای غنی که اگر کسی در تذکیرش افغان نوشته نمی کند حقوق بهش نده، اگر نفقه است بازنشسته است بهش پول نده، اگر مریض است میخواد سفر کند ویزا بهش اجازه بگیرین ویزا رو بهش نده، پاسپورت برش ندین، گذرنامه بهش نده. یا باید بپذیره که ما افغان هستیم یا در غیر از او نمیتونه بچه شامل مدرسه شود چون این تذکیره رو باید داشته باشه، نمیتواند سفر کند و نمیتواند حقوق ماهیانه. الان ده ها هزار آدم هایی که بازنشسته هستند یا به قول خود با شما در نفقه هستند، برای ما نامه میدن که فلانی ما وقتی میخوایم بریم پول ما نبگیریم، حقوق ما نبگیریم، ما فقیر هستیم، نان نداریم، زمستان از چوب نداریم. اینا میفرمایند اولین شرطش این است که شما تذکره بگیرید، بعد بنویسید افغان، باز ما براتون حقوقتان. و در رابطه با مسئله زبانی هم همین مسئله